شکست قلف غریبی تکیه در شانه مرد زندگی و صاحب خانه آباد شدن از آرزوی اصلی اکثر زنهای مهاجر تاجیک است. آرزوهای کوچک زنانی که باری بزرگ زندگی را بر دوش دارند. در روز تجلیل از روز مادر در تاجیکستان، رادیوی آزادی با چندی از زنان مهاجر صحبت کرد و آرزوی آنها را پرسید. شبنم نسیمова مهاجر 25 ساله تاجیک که در کارخانه بافندگی در شهر توری روسیه فعالیت دارد، روز 8 مارس برای دیداربینی شوهرش در محبس نیژنی نوگورود می رود. شوهر شبنم یک سال پیش برای گویا دغل گفتاری و خرخشه با ماموران پلیس 2.5 سال زندان شد. او گفت 7 ماه پیش بر روسیه رفت تا با شوهر زندانیش دیدار کند و هم کار کرده 2 کودک نابالغش را پرستاری نماید. شبنم تقریباً 20,000 روبل معاش میگیرد که به قول خودش نوگ به نوگ میرسد. او از آرزوهای خود گفت: بعد آرزو دارم شیم برای پیش کودکام یک جا زندگی کنیم، پیش خیش تبار بریم، تاجیکستان خدمت بریم، آبادی گر خداوند. اکثر زنان مهاجر را آرزوی زندگی بهتر به مهاجرت برده است. جای پای یافتن در مهاجرت برای زنان در مقایسه با مردان مشکل تر است. ناز احمدی مهاجری 39 ساله تاجیک 12 سال باز در روسیه است. 12 ساله که به گفته او بخت، سلامتی و جوانیش را از او گرفت. ناز احمدی میگوید اکثر زنهای تاجیک در مهاجرت شوهر ندارند. مردان مهاجر از این وضع زنها به قول او سوء استفاده میکنند. میگیرن از حساب زنها میخرن، زنکو را احمق میکنن، بیچاره سرسون و سرگردان و بدنام شو میکنن، میبروین میروند پیش اویله های خودشو. این بیچاره ها میمونن در اینجا زار و حیران چکو کردنشنو نمیدونن. در این 12 سال مهاجرت غیر غم و درد هیچی نیافتم. بخت ما ای دست دادم، سلامتی ما ای دست دادم، جوانی ما گم کردم. خدیجه نظرova مهاجری 46 ساله تاجیک آرزوی کاملا دیگر دارد. او 2 ماه باز کار میکند. 7 فرزندش را از دست داده، از شوهرش نیز جدا شده است. نظرova میگوید از زندگی دلمانده بود و به خاطر فراموش کردن درد و غم به روسیه رفت. در کارگاه بسته‌بندی 17,000 روبل میگیرد. در زندگی شخصی میدونم که من در زندگی کسای بهترین معیدزدم. یگانه آرزوی من که یگانه به سفر خانه کعبه برم، خداوند به این مقصدم برسونه. در این قطار آنهای نیز هستند که از زندگی و کارشون در مهاجرت راضی هستند. زرینه رجبova مهاجری 42 ساله تاجیک در سنت پتربورگ روسیه میگوید تا پیدا کردن جای پا در این کشور 17 سال صرف کرد. زرینه حالا در یک طرفخانه به حیث آشپز کار میکند و معاش خوب میگیرد. سالهاست با دختر و نبیرش در سنت پتربورگ مسکون است، اما میگوید کنج دلش به یاد وطن کشول است. فیروزه صمدova ساکنی 45 ساله ولایت ختلان در عربستان سعودی کار میکند. او 5 سال پیش از روسیه از مهاجرت برگشت و به سعودی رفت. فیروزه میگوید کار و زندگیش در آن کشور خیلی خوب است. و آرزوی یگانه من همین است که همین غریبی، قلف غریبی شکسته شود. میخواهم که در وطن خودم باشم، میخواهم که در پیش مادرم باشم، میخواهم که در پیش فرزندایم باشم. من 2 فرزند دارم، 2 پسر دارم و از مجرد هستم و میخواهم که باز اویله نو پیدا کنم. تا 10 سال پیش معمولا از تاجیکستان به کشورهای خارج بخصوص روسیه مردان مهاجرت میکردند. حالا بر اساس آمار رسمی مهاجرت زنان نیز افزایش یافته است. تنها در روسیه شمار زنان مهاجر بیش از 100,000 گفته می شود.